روزها در شبکه‌های اجتماعی در یوتیوب بسیاری مردم از روی پل شده چقدر همدیگر را دشنام و تحقیر میکنند. مقصدش از روی پل کار کردن باشه. این پل به الله قسم حرام است. این پلی که تو روت سیاه میکنی و یعنی یک برادر مؤمن و مسلمان تحقیر میکنی و جواب میگردانی، این پل برادر عزیز بزرگوار حرام. سوال دیگر برادر عزیز پرسیده است: السلام علیکم دوستان محترم، تحقیر کردن مسلمان چه حکم دارد؟ امروزها در شبکه‌های اجتماعی در یوتیوب بسیاری مردم از روی پل شده چقدر همدیگر را دشنام و تحقیر میکنند. تحقیر مسلمان برادران عزیز بزرگوار، تحقیر کردن، دشنام کردن مسلمان، اینها حرام هستند، گناه کبیره هستند. دشنام مسلمان ما در روزهای گذشته گفتیم که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. دشنام دادن مسلمان این فسق است، گمراهی هست و قتل مسلمان کفر هست. و در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. تمام مسلمان برای مسلمان سه چیزش حرام است: خون مسلمان برای مسلمان حرام است ریزاندنش، و مال مسلمان برای مسلمان حرام است تلف دادنش، و آبروی مسلمان برای مسلمان حرام است از بین بردنش. این خیلی کاری بدی هست امروز، یعنی از روی پل شده مردم هم دنیاشون هم قیامتشون میسوزانند. متاسفانه راست میگه برادر، امروزها چقدر تحقیر، چقدر دشنام ها، چقدر یعنی عیبکاری ها و فتنه ها در این یعنی شبکه های اجتماعی در یوتیوب و دیگر زیاد است که مردم همدیگر را جواب میگردانند، همدیگر را یعنی دشنام میدهند، همدیگر را تحقیر میکنند، همدیگر یعنی سخن ها. والله قسم اینا همش حرام است. اون اگر مردم اون پولی که از همون مقصدشون همین است که همین یعنی نواری منه یا اینکه همین جوابی منه زیادتر مردم تماشا کنند، مقصدش از روی اون پل کار کردن باشه، این پل والله قسم حرام است. این پلی که تو روت سیاه میکنی و یعنی یک برادر مؤمن و مسلمان تحقیر میکنی و جواب میگردانی، این پل برادر عزیز بزرگوار حرام است. منظور و مقصد اگر این باشه، حرمت مسلمان از همه حرمت ها بالاتر است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت میفرمایند که اهل اصحاب روز جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنار خانه کعبه طواف میکردند. این حدیث دلالت برای حرمت و بزرگی انسان دارد، برای شخصیت مسلمان. جناب پیغمبر میگه کنار خانه کعبه طواف میکردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی خانه کعبه گفتند که ما اطیبکی و اطیب ریحکی، تن چقدر پاکیزه هستی تو ای کعبه و چقدر پاکیزه هست بوی تو. ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، و چقدر بزرگ است تو ای خانه کعبه و چقدر بزرگ است حرمتی تو. حضرت گفتن والذی نفس محمد بیدی، قسم به همون خدایی که اختیار جان من محمد در ید قدرتش هست، لحرمت مؤمنی اعظم عند الله حرمتا منکی. گفتن حرمت یک مؤمن و مسلمان در نزد خدا ای خانه کعبه از حرمت تو بالاتر است. ببین که پیغمبر بزرگوار گفتن ای کعبه چقدر بزرگ هستی، چقدر خوشبو هستی، اما قسم به نام الله که حرمت یک شخصیت مؤمن و مسلمان در نزد خداوند از حرمت تو بالاتر است. یعنی حرمت مؤمن و مسلمان در نزد خداوند از حرمت کعبه هم بالاتر بوده است. شخصیتی که تحقیر به یک بنده خدا میکنه، به یک شخصیت مؤمن و مسلمان میکنه، این خیلی گناه بزرگ است برادران عزیز بزرگوار. حتی پیغمبر بزرگوار تا مال و خون مسلمان هم این چنین است و انسان باید گمان نکنه به شخصیت مسلمان مگر گمانی خوب. یعنی گمانی بد باید به این شخصیت مسلمان نداشته باشه، گمانی خوب داشته باشه. و این خاطر برادران عزیز بزرگوار، شخصیت هایی که امروز یعنی نسبت به همدیگر تحقیر میکنه، بدگویی ها داره، آبروی یک مسلمان میریزونه، یک مسلمان تحقیر میکنه، خیلی گناهی بزرگ کرده است. مردم ما فکر میکنن فقط گناه زنا باشه، فقط گناه عرق نوشی باشه، فقط گناه رباخوری. چی نوعی که عرق نوشی و یعنی زناکاری و رباخوری حرام است، تهمت و دشنام و آزار مسلمان هم این چنین حرام است برادران عزیز بزرگوار. چی نوعی که اونها گناهی کبیره هستند، اینم گناهی کبیره است. و این خاطر خواهش میکنم برادران عزیز بزرگوار،
از چنین یعنی گناه ها خودداری کنید. خیلی گناه بزرگ است.